بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بزرگان اسلام میگویند ما غیر خدا در دو جهان یار نداریم، جز یاد خدا دیگر هیچ کار نداریم. ما شاخ درختیم پر از میوه توحید، هر رهگذر سنگزن از آب نداریم. عزیزان من، الله سبحانه و تعالی امروز فرصت داد تنی صحت خاطری جمع و شما عزیزان هم صحبت شدن امروز درباره رزق، یعنی رزق و روزی که امروز اکثری مردم شکایت میکنن. زمانه های خوب، زمانه های سیری پوری خداخواد الله سبحانه و تعالی نورش انشاءالله به درجه بالا رسانده است، لکن افسوس اکثر آدم ها شکایت میکنن. ما مثل یک خداوند زنی صالحه، یک زنی خدات است، یک زنی اولیاء الله که بیبی رابیه است، همان قدر هم انشاءالله عقیده و اعتقاد نداره. همین زنی صالحه میگه به یک گروه زنها ششتگی بود که زنها شکایت میکردن از برای زندگیشون که امروز قیمتی شد، فلان شد، یعنی چیزا قیمت شد و ها کذا دیگر. بیبی یعنی رابیه گوش میکند از هر کمبودی ها شد. وقتی که شکایت میکنن که امروز پول قیمت شده است، مال چیز، بعد بیبی رابیه گوش کرد دادن گیره گفتن شما یگان گپ ندارین یا شکایت ندارین؟ گفتن نه من شکایت دارم. قسم به خدا کی گفتن عهده گفتن انسان روزش الله گرفته است، من پروا ندارم. همین بیبی رابیه رحمت الله علیها یک سخنی خوب گفتن که اگر تمام روی زمین یعنی آهن شود، آسمان از بارش ماند، بجای باران سنگ بارد، اگر تمام روی دنیا را فرزنداش آدمهاش برای من فرزند باشدن، من هیچ غمی رزق نمیخورم، چون که الله سبحانه و تعالی خودش انشاءالله خداوند کفیل ما و شما را گرفته است. که انسان وقتی که در رحم مادر پیدا میشود بدین 4 ماه 4 چیز نیسته میشود. یکم عمرش، دوم رزقش، سوم نیکبختیش، چهارم بدبختیش انشاءالله خداوند. ولی بعضی ما شما شکایت میکنیم اگر وصیه نباشد اما میمرد فلان میشود، این همش گپی کفر است. عزیزان من، انشاءالله هیچ کس نمیمرد. هر انسان خداوند الله سبحانه و تعالی برزقش آفریده است. بزرگان میگویند روز که هر روزه میرسد از حق، غمی بیهوده میخورد احمق هم خدا میگه که از کجا میام چه زندگی میکنم انشاءالله. وقتی ما در رحم مادر هستیم الله رزق ما و شما را میتید. وقتی که به دنیا میاییم دو جوی انشاءالله شیر میتید. حضرت بیدین میگم غمی روزی مخور مزن اوراقی دفتر را، که پیش از طفلی خالق پر کنه پیستانی مادر را. عزیزان من، ولی به دنیا آمدن خود از زمان دو انشاءالله کنن شیر الله سبحانه و تعالی که ما شما در این دنیا پیدا میشیم، ما شما اسیاب دندان هم پیدا میکنن. وقتی که بروی زمین قدم میمانیم، هر کجایی که میریم رزق انشاءالله خدا خیر مقرر است. از رزق غم نخورین انشاءالله. این الله یرزق من یشاء بغیر حساب. خدا رزق میتونه که بعضی آدما رو بی حساب بکتاب. برای همین غمی رزق رو نخور، شکایت نکن. امروز الحمدلله کسی که از این زندگی های خوب، از این سیر و پریا شکایت میکند، باور کنید کور میشود. الحمدلله الله بدرجه بالا خداوند انشاءالله نور شبارو برای شکرانه که خداوند انشاءالله اهل آیلت به نماز امر که خداوند انشاءالله نماز کن، آدم صالح شوین، خوب شوین. الله سبحانه و تعالی از زمینم از آسمونم رزق ما و شما را میتید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. البلدة الطیب یخرج النبات باذنه والذی خبث لا یخرج الا نکدا. خدا میگه کدام شهر و دیهاتی که نمازخوان میشود، روزه گیر میشود، عبادت کننده میشود، زنهاش با ستر میشود، زنهاش با شرم و حیا میشود، من تمام انواع رزق از زمین و آسمون میبارم. کدام
کدام شهری که عرق میشد، زیناگر میشد، دود میشد، قیمارباز میشد، فالبین میشد، پرستین میشود، از اونجا فقط خار میره. این وعده خداست. یک برکه هم رسما انشاءالله در دست ما شد. بیایید انشاءالله این زمان آخر این شاههای خوب ببینید که امروز اجازت طاعت عبادت است، اگر به خدا عبادت کنیم انشاءالله الله سبحانه و تعالی قرآن دا میگه و این لشکرتم لازیدنکم، اگر شما شکر کنید من زیاده میکنم. شکرانی نعمت افزون کنند، کفرانی نعمت از کفر بیرون کنیم. بیای از کفی ما شما حتی کفنگیمون بیرون نشود. شکر نکنیم انشاءالله با الله سبحانه و تعالی طاعت کنیم، عبادت کنیم، خدا را از خدا راضی گردونیم، خدا را از خدا خرسند گردونیم. هیچ غمی روزی را نخریم، هیچ غمی روزی خوردش شکایت هم نکن. با الله شکایت که طاعت که عبادت که الله همیشه از جای میرسوند که در گمان نیست. الله چنان رازق از یک صفت دارد، یرزقو رازق است، رازقو دائم خدا خواهد رزق ما شد. لیکن ما اگر خطا نکنیم، ما اگر گناه نکنیم، رزق ما انشاءالله خدا خواهد بریده نمیشه. در همینجا صحبت با پایان میرسیم. امید میکنیم که انشاءالله از این سخنهای الله، از این سخنهای بزرگان، از این سخنهای مثل زنهای صالحه که پروا رزق ندارن، ما پروا نکنیم، طاعت عبادت کنیم، انشاءالله رزق همیشه چی است؟ مقرر است. همیشه انشاءالله الله سبحانه و تعالی برای ما شما زیاده، از اینم بایتر، از اینم خدا خواهد وسیع‌تر رزق انشاءالله ما شما نصیب دار میشیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله.